ассалому алайкум. силкаи наворҳои қаблиро метавонед аз описание видео пайдо кунед. дарахти дӯстӣ тақдим мекунад. لیدار تماشا میکنی انمین گونه هر نوعی دو یکایک میتونه بیشش رو بیاید. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان میکند که مقدار روز قیامت اگر مقدار روز دنیا 24 ساعت باشد، مقدار روز قیامت 50,000 سال است. یک روز قیامت 50,000 سال ادامه می‌یابد. عالمان میگن چرا اینقدر دراز؟ میگن چون که خداوند به اصطلاح امروزه بگیم در قبولگاهش یک انسانها را قبول میکند. تو نگو که خدا مرا شاید نادیده میگیرد یا ملائکه ها مرا حساب و کتاب میکنند. پیغمبر میگه یک در قبولگاهش تنها میتوند ولیس بینه و بینه ترجمان. حتی بین تو و بین خدا ترجمان وجود ندارد. یک نفر باشد که کم پر می شود. حتی یک نفر نمیمونه، تنها با خدا تنها بیان میکنی. اگه تصور کن تا فقط خدا باشی و خدا برات بگه بنده من در دنیا برای تو چی شرایطی را مهیا کردم، چشمهای نرگسی و زیبا و بینا برات عطا دادم، گوشهای شنوا دادم، پایهای روا دادم، دستهای گیرا دادم، 70 سال در اختیار تو گذاشتم، نعمتهای زن و فرزند و خانه و ماشین و پول و مال همه را در اختیار دادم. همین بود انصافی بندگی تو. چی جواب میدی؟